رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خوشنود و راضیم به این که الله خالق و صاحب اختیاری من است و اسلام دینم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرم است. پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس این دعا را در روز 3 بار و در شب 3 بار بخواند، الله در روز قیامت او را راضی میکند. پس برادران عزیز، ما کوشش بکنیم که هر صبح و شام این دعاها را بخوانیم تا که الله مهربان از ما راضی باشد و در روز قیامت ما را راضی بکند و سوی جنت الفردوس روانه بسازد ان شاء الله.